مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. رفیق شفیق، شاعر جهان شمولی انقلابچی، بولشویک، لاهوتی. با ابوالقاسم لاهوتی 20 ایون سال 1933 استالین آباد. رفیق شفیق، شاعر جهان شمولی انقلابچی، بولشویک، لاهوتی. من شما را به مناسبت جشن 30 سالگی فعالیت ادبیتان صمیمانه تبریک می نمایم. رفیق محترم، شما را تنها شاعر جهان شمول انقلابچی گفتن کم است. شما آن استاد ادب و صنعتکار پربرکت هستید که با شعرهای انقلابی آتشبار خود در دماغ جوانان مهنتکش شمع ادبی را افروختید و حس شاعری را بیدار کردید. خصوصا جوانان نورس تاجیک، کارگر و دهقانزادگان تاجیکستان را عملاً و به واسطه یاد دادید و تربیه کردید. من مثل یک نویسنده پیر تاجیک به قطار این جوانان تربیه دیده‌تان خود را منتدار شما می شمارم و رخصت دهید که با این وسیله دستتان را با احترام فشارم. امیدوارم که سالهای بسیار آثار ادبیه آبدار آتشبار شما چون نهر جاری بوده در این جویبار صدها نونهالان ادب شاگردان رشید پرولتاری رساند. دوست دیرینه شما، صدرالدین عینی. به مناسبت جشن 30 سالگی فعالیت ادبی شاعر پرولتارهای جهان، انقلابچی، بولشویک، رفیق لاهوتی. ابر شورید و بحر طغیان کرد، رعد غرید و برق جولان کرد. زین میان برجهید صاعقه که جهان را تماما حیران کرد. بر سر برجوا چراغک زد، روی مزدور را درخشان کرد. بدیل رنج بر دلیری داد، خاطری مفت خور هراسان کرد. بود این شعرها که لاهوتی در ره انقلاب الهام کرد. از کرملش که بمبسان اثر است، توده پرلتر هم از بحری جشن 30 سالگیش فرمان کرد. بس که او زبده لیاقت خود صرف مزدور تاجیکستان کرد. بهر این جشن تاجیکستان هم خیشتن را بریگد اعلان کرد. پرلترهای جمله SSSR مدح و تبریک های شایان کرد. این سرود عموم عینی را هم ثناگوی هم غزلخوان کرد. صدرالدین عینی 16 ایون سال 1933 قشلاق زمشرود، رایان استالین آباد، استراحتگاه حکومتی. لرزه در قصر پادشاهان کرد، از رباب به 4 سوی جهان کرنه انقلاب غران کرد. از ظفرنامه درخشانش ظفری رنج بر نمایان کرد. این سرودی سرور انگیزش محفل دوستان گلستان کرد. از نشیدی ستیزه آمیزش خاطری دشمنان پریشان کرد. چون وجودش به انقلاب سریشت، هرچی کن گفت انقلاب آن کرد.
پرلتر را همیشه فرمان برد، رنج بر را مدام اذعان کرد. شعرهای عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیاتی استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به نیرون. جواب مکتوب نیرون، مترجم کلخاز کمونیسم، در 4 ایول فرستاده شده است. رفیق نیرون، مکتوب و ترجمه شما را گرفتم. پیش از همه باید به شما بگویم که کلخاز کمونیسم در ژورنال نشر دستجانی شماره سال 1934 با عنوان بعد از 20 سال چاپ شده بود. درباره ترجمه شما باشد، من در خصوص نقصانهای زبانی و ادبیش گپ نمیزنم. این کار محرران روسیش می باشد. اما درباره خودی ترجمه همین قدر میگویم که بسیار جاهای ترجمه خیلی مغلق و بی معنا شده است. بگیریم صحیفه اول رو. جمله که با کلمه های در روزهای جوانی من سر می شود تماما مغلق بوده، از روسیش هیچ چیز مفهوم نمی شود. در خودی همان صحیفه باز چندین نادرستی های دیگر هست، از قبیلی در عائله قاضی چند ده، عائله قاضی زادگان، 4 پل یا بنده نیه بلکه 4 خورنده می باشد. باز در خودی همان صحیفه اهالی به زمین بسیار فایز مشکلات می گردد. گفته شده است که تماما ساخت جمله هم نادرست می باشد. یتیم به معنای صغیر که شما نوشته اید نبوده، بلکه معنای خدمتگار را دارد. بعد باز همان صحیفه خیلی کلمه های مغلق و به اصل مغایر دارد. این قبیل خطا و مغلقی ها زیاد می باشند. همین قدرش کافی که آسیای میانه به معنای آسیاب میانه ترجمه شده است. شما که در آسیای میانه زندگی کرده به کار ترجمه مشغول هستید، باید فرق آسیا را از آسیاب بدانید. این است آنچه که درباره ترجمه شما می توانم بگویم. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد.
عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو، عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو، خلقی ما را دفتری عینی